سلام. اومدیم به فواره تروی که در شهر روم هستش. یکی از زیباترین و معروفترین فواره های اینجا و زیبایی این که واقعا منحصر به فرد هست برمیگرده به خیلی وقت پیش، مربوط به چندین سال پیش از میلاد مسیح. در اینجا هم فواره تروی هستش که یکی از زیباترین جاهای روم هست. مردم زیادی میان سالیانه اینجا که این بنای زیبای تاریخی رو ببینن و از همه مهمتر این که برن پایین و سکه بندازن درون توی این فواره. و این یک رسم هستش. رسمش این هست که اگر شما سکتون رو بندازید داخل این فواره، شما بازم میایید به شهر روم. این یکی از رسم هایی بود که بود از وقتی که توی یک فیلمی در سال 1953 از اون وقت تا الان این رسم بوده که اگر فردی بیاد به اینجا و سکه بندازه داخل این فواره، دوباره میاد به شهر روم. اما هر کدوم از سکه هایی که داخل این فواره هست و انداخته میشه یک معنی خاصی پشتش هست. و مثلا اگه شما یک سکه بندازید داخل این فواره، معنیش این هستش که دوباره میاد به شهر روم. و اگه دوباره سکه دومی رو بندازید داخل این، به معنی این هستش که شما باز هم میاید و معشوقتون رو در همین شهر زیبا پیدا خواهید کرد. و اگه شما 3 تا بندازید، به معنی این هستش که شما احتمالاً در ایتالیا خواهید موند. این یک رسم هستش، یکی از رسوم هایی بوده که بین ایتالیایی ها بوده و خود بنای تروی فاونتن مال خیلی وقت پیش بوده، یعنی مال چندین سال پیش از میلاد مسیح. و همونطور که شاهدید یک مرد عظیم و جثه‌ای در وسط این فواره هستش و در کنار اون به احتمال زیاد 2 تا زن هستن. این از ماربل وایت، یعنی ماربل های سفید ساخته شده و سال ساخت اون احتمال زیاد مال همونطور که گفتم مال پیش از میلاد مسیح هست. اینجا به دست معمار معروف ایتالیایی گوسیپی ساخته شده. من به منطقه واتیکان رسیدم. اینجا شهر واتیکان هستش. اینجا الان در منطقه واتیکانیم، واتیکان سیتی، که برای خودش یک شهر هستش، یک کشور مستقل. اینجا محل کلیسای کاتولیک هست، یکی از مقدس ترین و توریستی ترین بخش های شهر روم. ولی خب اصولا افرادی که زیاد مشتاقن درباره دین میان اینجا. همونطوری که میبینی یک صف زیاد طولانی هستش اون سمت که میخوان وارد کلیسای ست پیترز بشن. این وسط هم که اینجا هست که در اون یک ستون مصری هست که اون میگن ست پیترز اسکوئر یا همون میدان ست پیترز. بغل اینجا درست در نزدیکی اون مغازه هایی رو میبینید که اشیای مخصوص کلیسای کاتولیک یا همون مربوط به پاپ رو میفروشن. درست مقابل اونجا جایی هستش که پاپ ساکنه. پاپ که رئیس کلیسای کاتولیک هست و رهبر کاتولیک های جهان هست. اینجا
اسم این رودخونه که اینجا هست اسمش هست رودخونه تیبر یا تایبر که رودخونه مهم شهر روم هست و یکی از زیبایی‌های شهر روم و علت این که مردم زیادی میان به اینجا به این منطقه واتیکان و در آخر سفرم رسیدم به میدون ناوونا یا همون پیازا دی ناوونا. پیازا دی ناوونا یکی از مهمترین میادین شهر روم هستش و همونطوری که میبینید وسط این میدون زیبا شما یک ستون مصری رو دارین، اطرافش هم یک فواره رو و همچنین چند تا مجسمه سفید رنگ اون پیکر رو میبینید. É só você. Eu peguei você dentro ali no canal. Eu fui numa conferência em Caraguá, onde ele faz بازارچه‌هایی هست که جماعت‌های شهر روم رو میفروشن به توریست ها. این صحبتی ها که گفتم مربوط به نمادهای شهر روم هستش. اینها رو به صورت جاسویچی یا مثلا آهنربا میفروشن که اکثرشون پرچم یا نمادهای ایتالیا رو داره، حالا میخواد کولوسیوم باشه یا آلتار باشه یا هر چیزی. اینا رو فقط در شهر روم توی مغازه ها و بازارچه های کوچیک توی این شهر زیبا میتونید بخرید و ببینید. اینجا کلیسای دلاول هستش که در سال 1524 ساخته شد به وسیله سینت کجتین و همچنین جیان پیرتو کرفا. اینجا یک کلیسای کاتولیک هست و به خاطر معماری زیباش هر سال افراد زیادی رو به اینجا میکشونه و فرمت و معماری زیبا یکی از ویژگی های این کلیسا هست. ساختارش بسیار شگفت انگیزه و یکی از علتهای مهمیه که توریست های زیادی رو جذب خودش کرده. همونطوری که دارید میبینید تمام دیوارها و سقف‌های این کلیسا نقاشی شده است، پر از نقش و نگارهای مربوط به مسیحیت، از تصاویر عیسی مسیح تا مریم مقدس و تمام داستان‌ها و روایت‌هایی که مربوط میشه به دین مسیحیت. وسط این کلیسا یک میزی هست که به شکل آینه هست و ریفلکشن یا بازتاب سقف که پر از نقش و نگارهای کلیسا هست بر روی این آینه بازتاب میشه.